سلام از کردم آقا. این بنبستی که خامنه توش گیر کرده فقط بنبست استراتژیک و منطقه‌ای و اقتصادی نیست، یه بنبست همه جانبه است. الان عظما تو زمینه سرکوبم به بنبست خورده یعنی دیگه روشای قدیمی جواب نداره. به خاطر همین رفته تو کار شیوه های چپن در قیچی. شفته شدن خواب هنجار شکنان در پایتخت. 7000 پلیس نامحسوس امنیت اخلاقی وارد عمل شدند. بیش از 7000 نفر از همکاران بسیار خوبمون به صورت نامحسوس کنترل میکنن و توسط شبکه پیامکی که ایجاد شده سریعا به پلیس امنیت اخلاقیمون منعکس میکنن. با شخصی که به هر حال این خطا رو انجام داده با امکانات فنی که داریم تماس حاصل میکنن، دعوتشون میکنن به یکی از مراکز پلیس و اقدامات بعدی. پلیس نامحسوس دیگه چه سیغهیه؟ از محسوسش چه آبی گرم شد که حالا به فکر نامحسوسش افتادین؟ آخه سنجدینی ها، امکانات فنی کدومه؟ کی رو میخوای بترسونی؟ خب این حرفا رو میزنی ملت بریشتون میخندن، بعد اون یارو دایناسوره هم میگه به ما دهن کجی میکنن. از نیروی انتظامی که ظاهراً هزاران مأمور غیر مرئی در رابطه با نهی از منکر به کار گرفته، با شیوه بسیار متین، بسیار ارزنده و حساب شده تمام شرایط نهی از منکر رو مراعات کردند و بالاخره احساس وظیفه کردند. چه می شود کرد؟ انسان‌هایی میخوان با نظام به نظر من دهن کجی بکنن. بله، هم بهتون دهن کجی میکنن، هم میزنن دهن مهن تو و اون ولی فقیه تو کج و معوج میکنن. اصلا علت آویزون شدنتون به پلیس نامحسوس هم همینه. اینقدر ملت بسیجی ها رو گوشمالی دادن که بدبخت ها از ترسشون به فکر درست کردن پلیس نامرئی افتادن. حالا جالب اینجاست که همین شده موضوع جنگ باندی. چنین نیست که هر کس یا نهاد و ارگانی بخواهد با اقداماتی به دنبال کنترل مردم باشد. آزادی مردم با آیین نامه و سلیقه افراد و برخی دستگاه ها نمیتواند محدود شود و آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ چیز دیگری محدود نمی شود. طبق معمول روباه بنفش که به گفته خودش این امنیت و سرکوب تو نظام بوده، حالا دنبال اینه که با این لفاظی ها تنور مرحله دوم نمایش انتخابات رو گرم کنه و با پوز آزادی خواهی جیب خودش و اکبر کوسه رو پر کنه. رو هوا تا دلتون بخواد شعار میده، اما تا پای زندون و اعدام و شکنجه به میون میاد میگه قانون خدا و استبل نظامه. تجارب گذشته نشان داده که طرح‌های اجرا شده در موضوع حجاب تا به امروز موفق نبوده است. این 7000 نفر حدود 1.5 میلیون در ماه حقوق دریافت خواهند کرد که با مزایا، بیمه و اضافه کاری به حدود 2 میلیون در ماه برای هر نفر میرسد. به عبارتی سالانه حدود 160 میلیارد تومان هزینه دارد. برای اینکه بزرگی 160 میلیارد تومان درک شود، بهتر این است که این رقم با کل بودجه سازمان محیط زیست کشور که حدود 270 میلیارد تومان است مقایسه شود. بله، اینم اعتراف آشکار یکی از تئوریسینای زهرخوری به اوراق شدن ماشین سرکوب نظام و ورشکستگی شعار یا روسری یا توسری. حالا این یکی رو ببین که تحت فشار ترس و برای پاچگیری از رقبا تازه یادش افتاده که تجسس حرامه. از بدیهیات احکام قرآن و اسلام عدم تفتیش و تجسس در هر موردی از زندگی خصوصی اشخاص است. اگر افراد متخلفی با ظاهرسازی و ترساندن مردم
خود را مأمور جا بزنند و مرتکب خطا شوند چه کسی پاسخگوست؟ چه کسی پاسخگوست؟ چه سوال جالبی. بله، ببین دستگاه سرکوب علی بافور چطوری داره جر میخوره. به این میگن بنبست سرکوب که یکی از دیوارای بنبست همه جانبه است. اینجاست که هموطنای بنده با یه حساب سرانگشتی به اوج درجزگی این رژیم درب و داغون پی میبرن و زمینه برای مشت محکم ملت تو دک و پوز پلیس محسوس و نامحسوس هموار میشه. بله، الان دیگه وقتشه که بزنیم این ولی فقیه و نامحسوسش کنیم، یعنی هیچ اثری ازش باقی نذاریم. خداحافظ همگی.